ببین رفیق، از چرچیل پرسیدن که چرا تا آن سوی اقیانوس هند رفتی و دولت استعماری هند شرقی رو درست کردی، ولی بیخ گوشتون ایرلند شمالی رو نتونستی تحت سلطه خودت در بیاری. چرچیل گفت 2 ابزار مهم برای کار لازمه که تو ایرلند نداشتم: اکثریت نادان و اقلیتی خائن. میگن بولول وارد یه جمعی شد، ازش پرسیدن کدوم یکی از اینا برات سخت تره، کر بودن، کور بودن یا لال بودن؟ بولول گفت از قضا من به هر ستاش دوچارم، عین خیالم هم نیست. گفتن عمومی میشه هر سه اینا با هم بسیار کم اتفاق میفته. گفت وقتی پایمال شدن حق خودمو میبینم و هیچ غلطی نمی کنم، ندای مظلومی که حقش ادا نشده رو میشنوم و کمکی نمی کنم و حتی خیلی جاها جرأت زدن حرف حق رو ندارم، هم کرم، هم کورم، هم لال. مشتی، ما هممون هم میبینیم، هم میشنویم، هم حرف میزنیم، ولی هم کوریم، هم لالیم، هم کر. یا حق.